دختری میاد هر جا کار میکنه میخوایم بکنینش همتون. 30,000 تا دوستای ما رو دیدیم 2 روز رفتن سر کار اومدن میگه صاحبکارمون به ما چش داشت. چرا چش داشت؟ به خاطر اینکه همش مریض جنسی کردید مردمو. چرا یه جوون ایرانی نباید تخلیه جنسی بشه؟ چرا؟ حتما باید مادرش بدهش کار ماشین بخره، خونه بخره تا یه زن بهش بدید. حتما باید با ماشین 200 میلیونی بیاد تا دختره باش به چرخه یه بوس بهش بده. خب مریض جنسی میشه دیگه. یارو معلمه شیمیه، مثلا لایو میذاره راجع به مسائل علمی 5000 نفر میبینن. یارو پست میاره کون تکون میده 100,000 نفر 200,000 نفر بیننده داره. چرا؟ چون این نیاز جووناست. یارو جوونه داره چشش میزنه بیرون. یه ذره شعور داشته باشی.